بچه‌ها سلام، چطورید؟ من بعد فکر میکنم یه ماهی 2 ماهی میشه اومدم و دارم دوباره ویدیو میگیرم. امروز میخوام اتاقم رو مرتب کنم. البته فکر نمی کنم که امروز به همش برسم، ولی اول از همه میخوام این بخش اتاقم که کتابخونه است رو مرتب کنم. البته که بیشتر از کتاب توش وسایل شمسازیه. احتمالاً نیاز باشه که بریم بیرون و یه سری خریدا بکنیم واسش. یه سری حالا چیزا برای بیشتر ارگنایز کردن، جدا کردن در واقع وسایل و کارهای مرتب سازی و اینا میخوام. شاید در ادامه بریم که اونا رو خرید کنیم. بعد اینکه همین کلا من امسال برای اتاقم هیچ کاری نکردم، یعنی اصلا دست نزدم، در حالت عادیشه. حالا با گردگیری و یه سری شستشو و کارهای مدلی هم بکنم که ببینیم که چجوری میشه. بریم. خب اول از همه یه سری سفارش هاست که برای مشتری هاست. حالا تو همین هفته باید براشون بفرستم و حالا غیر از اینا یه سری دیگه حالا دارم درست میکنم و اینا بیشتر وسایل شمسازی و حالا مثلا یه سری کارتامون و لیبلامون و نمیدونم جعبه ها و مثلا اینا همه جعبه شرماست مثلا، یا مثلا چیزایی مدلی بیشتر. و این 2 طبقه فقط کتاب بیشتر، اینا هم که کلا کتاب کلاس زبان و ایناست. حالا باید اینا رو خالی کنم ببینم که چجوری میتونم اینا رو بچینم دیگه. خب تقریبا تموم شد، یعنی هرچی که بود اینجا رو خالی کردم، ولی الان باید بشنم فکر کنم که حالا چی کار کنم، یعنی چی و کجا بذارم، کتابا رو چی کار کنم، چون اکثر وسایلم که اینجا بود و رو زمین بود بیشترش، در واقع وسایل شمسازی بود. یه سری میگم حالا نشونتون دادم، یه سری جعبه ها، یه سری لیبل ها، خود متریال شمع، حالا رنگ و فتیله و چیزای مدلی. حالا میگم باید فکر کنم ببینم که مثلا یه سری کشوها بتونم بگیرن، کشو پلاسکویی ها فکر کنم داشته باشن، از این کشوهای پلاستیکی که مثلا بتونم این قسمت پایین بذارم. البته مطمئن نیستم که باز این کار بکنم، چون خیلی به تم اتاقم نمیاد. اگه دقت کنید همه چیز خیلی چوبی و حتی مثلا رگال لباسام یا کتابخونه‌م رو هم خودم طراحی کردم و با ترکیب چوب و آهن و چیزای اینجوریه. یکم پلاستیک خیلی مورد علاقم نیست، ولی باید ببینم که چی راحت تره دیگه. یعنی تهش ممکنه که انتخاب کنم که از اون کشو پلاستیکی ها بگیرم. و اینکه همین دیگه، من برم یکم آب و جارو کنم بعدش ببینم که چیکار میتونم بکنم. اگه نیاز بود برم چیزی بخرم، با هم میریم که ببینیم که چی میتونیم پیدا کنیم واسه اینجا. سلام. من خلاصه بعد اینکه کلی گشتم
تونستم اینو بگیرم که 4 تا کشو داره، ولی خب خوبه برای اینکه این زیر بذارم. و اینکه یه دونم اینو گرفتم، حالا برای چیز کوچیک‌تر و ریزتر و اینا خوبه. این قشنگ سایزش شد. حالا این هم یه سری سفارش هست که قبل عید باید بفرستم. حالا اینو میچینم اینجا رو کلن، بعد بهتون نشون میدم. بچه ها سلام، بالاخره تموم شد. تونستم که اینجا رو یکم مرتبش کنم. اینجوری شد که 2 تا از این کشوها گرفتم توی حالا فروشگاه بهتون نشون دادم. بذار من دوربین رو اونوری کنم. خب 2 تا از این کشوها گرفتم که اونجا تو فروشگاه هم نشونتون دادم. خوبه. مثلا اینجا یه سری برچسبای روی شیشه ها رو تونستم جا بدم. یه سری این کارتامون که حالا توضیحات و اینا هم داره و حالا یه طرفش تشکره، یه طرفش هم نشون بدم اینجوریه. بعد اینکه پایین‌تر سه بگا رو گذاشتم. بعد اینجا جعبه تلقی ها رو گذاشتم. سفارش ها این جلوه، نمیتونم که شما رو خوب نشونتون بدم. 2 تا جعبه ها رو گذاشتم. بعد دیگه اینجا یه سری کارای موم سویاه که عطری هن و رنگی هن. بعد کلا من فکر کنم کارامو نشون ندادم توی یوتیوب. مثلا این سبزش کار پپرمینت میشه، نعنا فلفلی. بعد یا مثلا بنفشش میشه لوندر دیگه براتون بگم. زردش پرتقاله و سفیدش هم سندلووده. یه کار دیگه هم دارم که قرمزه که اونم بوی دارچین رو داره. بعد اکارای بیز وکس یعنی موم زنبور عسل، یه دونه این فرشته ها رو داریم. بعد وارمری داریم که 8 تاییه و این مدلیه. این ورش اینجوریه، پشتش هم اینجوریه. و یه کار دیگه داریم که شیشه است، شیشه های مدلیه. حالا الان این درست نشده که روش این برچسبا میاد، الان ندارم اینجا بهتون نشون بدم. آها جعبش اینه، یکی از سفارشی که مشتری هاست. این شکلی میشه. و اینکه همین فعلا کارامون این مدلیه. اینجا هم این طبقه هم مثل کتابای زبان هم گذاشتم. اونجا هم مثل کتابای مثلا رمان و نمیدونم اینجا کار کتابای معماری و اینا. بخوام یه کلیتی از اتاقمون نشونتون بدم، از این ور اینجا میشه در ورودی. این که کتابخونه بود، این میشه در ورودی. بعد کنارش اینجا من یه دراور و حالا آینه و اینا دارم که میخوام این دراور رو حالا احتمالا میخوام رنگش کنم و این آینه رو عوض کنم. یه آینه قدی اینجا بذارم. بعد این سمت یه گلدون نارنجی دارم، کاکتوس تختم و کلا ببین تم اتاقم سبز و نارنجیه. حالا برای اینکه حالا خیلی نمیشد این رنگا رو آورد توی چی میگن توی خیلی نمیخواستم این رنگا بولد استفاده کنم. کلیت اتاقم توسیه، اگه دقت کنید سقفش هم توسیه، کفش هم چوبه. و اینکه حالا رنگ سبز و نارنجی رو توش روی تاچ کردم، اضافه کردم. کلیت اتاقم اینه، اینجوریه. بعد دور تا دور کلا پنجره است، این مدلی. از این خونه های دوبلکس قدیمیه که الان کل اتاقم چوبیه. نمیدونم در ادامه میخوام کار این مدلی بکنم. حالا احتمالا این پاتختی کنار تختم، این رو هم کجاست این این رو هم احتمالا رنگش میکنم. یه مبل تک نفره اونجا دارم که
نمیدونم شاید پارچه‌ش رو عوض کنم، یه چیز خوشگل نارنجی سبز یا یه کار این مدلی کنم. بعد اینکه اینجا هم بذار بهتون نشون بدم، من این رو فکر میکنم تقریبا 2 سال پیش این کمدو که با آهن و یعنی آهن کشی شده و روش هم چوب اومده، اینو خودم طراحی کردم. دوربین رو اینوری کردم، گفتم بهتر نشونتون بدم. حالا یکم به هم ریخته است دیگه. اینجا این پایین قشنگ جای کفش و کتونی و ایناست. بعد این مدلی میگم یه بخشش مثلا رفته تو زمین، اینجا مثلا ببین رفته تو دیوار اینجوری، یا این بخش هم رفته تو سقف. یه چیز مهندسی شده است قشنگ. آره خلاصه گفتم که حالا که این بخش از اتاقمو دیدید کلشو نشونتون بدم، تا اینکه بعد حالا قسمت های دیگه شو خواستم درست کنم حتما ویدیو میگیرم و کامل شد بهتون حتما نشون میدم. امروز هم 1 فروردینه 1404. دیروز ساعت 12:31 سال تحویل شد. بعد دیگه شبش هم رفتیم خونه بابا بزرگم. البته که دیگه به رحمت خدا رفتن، دیگه خودمون بودیم و خاله و دایی و خودمون دیگه. الانم میخوام بشینم اهدافی که 1403 نوشته بودم برای، در واقع نه 1402 نوشته بودم برای 1403، اونا رو یه مروری کنم، بخونم، ببینم چی نوشته بودم، اصلا بهشون رسیدم یا نه، و مجدد بنویسم برای 1404 که ببینم که امسال چه جوریه دیگه. امسال که همه میگن امسال سال ماره و دیگه دارن قرار بتر کنیم و نمیدونم، ایشالله که خیره هر چیزی که هست.